یه چیزی بهتون بگم، شاید هر جایی پیدا نکنید. موقعی که دو تا باتری رو میخواید سری کنید که مثلا یه ولتاژ 2 تا 4.2 مثلا یه ولتاژ 8 ولتی بسازید، یا 3 تاشو سری کنید 12 ولتی بسازید، قبلش تمام سلول ها رو موازی کنید و چند ساعت تا یک روز بگذارید بمونه تا باتری ها همشون ولتاژشون بالانس بشه، اون که کمتره بیشتر بشه، اونی که بیشتره یه مقدار بیاد پایینتر و همه یه ولتاژ بشن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد بعدش جداش کنید و سریش کنید و اون مدار شارژ رو بهش وصل کنید. این یه نکته مهمه که توی عمر باتری ها خیلی تاثیر داره. این باتری هم که گفتم برای مولتیمتر خودم بود که البته این کار اصولی نیست، ولی یه سری باتری 9 ولتی رو من جدا کردم، بهش وصل کردم، دوتا رو سری کردم و الان باتری رو داریم و کاملا جواب میده. حالا ماژول شارژش هم بعدن یه کاری میکنم چون بعد 9 ولتی برای خودش باشه.